کسانی که برایشان قربانی فرض است آمادگی خودتون رو بینید. بگه با قیمت میشه قربانی ها. خریده گیریتون و نیت کنیتون کسانی که برایش قربانی فرض است. قربانی برای آن آدمی فرض است که برای کشتن یک گوسفند امکانیت دارد. اگر مثلا بعضی برادرها امکانیت نداشته باشند لیکن امکانیت ندارند و 5 کیلو 6 کیلو گوشت میخرند مثلا، اینا هم قربانی کردن گیریتون. لیکن شما که کمبغالتر هستیتون مثلا قدر پولداری کلام هستید خیر نکنیتون، همیشه خودتون به ذخیره کنیتون. مهم خون برآوردن است به نام الله. ما قربانی خریتون قربانی کنیتون 99% خودتون خوریم، 1% 1 کیلو 2 کیلو برای همسایه برای یگان کمبغل خیر کنیتون روزی، باقی مدتش همیشه خودتون خوریدم قربانی کردگی حساب میشه. اما آدمای پولدار بده هر چقدر میتونید، مثلا بعضی برادرها ماشاءالله شتر کشته یا بقه کشته خیر میکنن برای دیگه برادرای مسلمان ها، همسایه ها، محله، شهر. خوب است آخه عبادتی خوبه. طعام دادن این یکی از عبادت های بهترین است. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که به چه آمدن به مدینه آمدن مردم زیاد جمع شده بود، اولین سفارشی که دادن ایها الناس اطعموا الطعام، ای مردم همدیگر طعام دهید. بسیار عبادتی بزرگ است. ما نیستیم مثلا بعضی ها میگن که 40 و 20 و همین 7 و همین عبادتای برای چی این کار نمیکنید تا همین معرکه ها را برای چی این کار نمیکنید؟ ای مولا ها برای اینکه شما خودتون میخورید تا ما نمیخوریم از اون معرکه ها. این چی بعضی دشمنای اسلام بدعت و خرافات مثال میبیارد و انا اسلام گفته معرفی کرده است. یا بعضی فرقه های باطل بعضی کاراشون نشان میده در اینترنت، یگان نوارا باشد از آن صوفی ها، شیعه ها، اونایی که به زنجیر خودشون میزنن، به خاک میغیلنن، یک دیوانگی میکنن، رقص میکنن در مسجد، همون میگیره تو مود که انا اسلام. او اسلام نیست. او اسلام از اون عملا بیزار است. شما و تنقید میکنید و اسلام در نظر دارید. نعوذ بالله اسلام و به اون کارا امر نکرده است. این چنین وقتی که ما شریعت میرسونیم که به هم دیگر طعام تیتون، معنی اینو نداره که به ما طعام تیتون. اینو باید رسونیم به ما. طعام شما لازم نیست ان شاء الله. اون نیست یگان تاجیک نداریم در گرد و اطراف ما. دور هست برادرای تاجیک.